بعد از کلی کش و قوس و این ور و اون ور کردن و نرمش و گردش، بالاخره عظما دومی به خمره زد و یک گلویی تر کرد. یعنی زرخوران هسته‌ای از نقطه عطف گذشت و به قول شیخ فری دوره پسا مذاکرات شروع شد. حالا اون چیزی که این وسط خیلی مسخره بود دست بچگی کوسه و شیخ فری بود. شیخ فری یه شب قبل از اعلام توافق از هول حلیم افتاد تو دیگ زهر و تو توییترش اینطوری نوشت: توافق هسته‌ای پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل بر پارادایم قدیمی تهدید و اجبار است و این یک شروع خوب خواهد بود. هنوز چند ساعت از نوشتن این جمله نگذشته بود که شیخ حسن دید سوتی رو داده. واسه خاطر همینم به توصیه مشاوران بنفشش جمله قبلی رو پاک کرد و به جاش اینو نوشت: اگر توافق هسته‌ای به دست بیاید، پیروزی دیپلماسی و احترام متقابل بر پارادایم قدیمی تهدید و اجبار است و این یک شروع خوب خواهد بود. بعدم برق پاره‌های جام زهری هم گرفتن که بادا مبارک بادا، زهر با دستان ظریف راهی گلوی زخیم عظما شد. نه تمدید، نه توقف، توافق و دیگر هیچ. ایدی هسته‌ای در راه، سوغات تعامل و تدبیر در دستان ظریف. پایان عمر سیاسی تندروها با توافق هسته‌ای. بعدم وقتی توافق انجام شد و زرخوری به یه جایی رسید، شیخ فری دستپاچه دوباره اومد پشت تریبون و به شیوه نعل وارونه شروع کرد به آلاف و علوف که بله ال کردیم و بل کردیم و زهر خوردیم و همه چی تموم شد و این حرفا. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد. شیخ فری خبر نداشت که درست در همین لحظه ای که داره بادکنک زهرخوری رو فوت میکنه، طرف حساباش اونور خط یه سوزن گرفتن و شطرق. That means this deal is not built on trust. It is built on verification. Inspectors will have 24/7 access to Iran's key nuclear facilities. This ensures that Iran will not be able to divert materials from known facilities to covert ones. Some of these transparency measures will be in place for 25 years. Because of this deal, inspectors will also be able to access any suspicious location. Put simply, the organization responsible for the inspections, the IAEA, will have access where necessary, when necessary. That arrangement is permanent. And the IAEA has also reached an agreement with Iran to get access that it needs to complete its investigation into the possible military dimensions of Iran's past nuclear research. بله، البته علت این دستپاچگی شیخ فری و باندش کاملا روشنه. میخوان تا تنور گرمه خمیر رو بچسبونن و نتیجه مذاکرات رو به اسم خودشون به ثبت بدن و جلوی علی گدا و دلواپساش دست بالا رو داشته باشن. از اون طرفم دوز دلواپسی جماعت علی گدا بالا رفته و هنوز هیچی نشده، شروع کردن به غرغر و عرعر. اما من بعد از در صورت توافق بعد از اون 2 گروه هستن که آفت این مسیرن. خوب توجه کنید.
گروه اول کسانی هستند که دعوت به جشن زودرس میکنن. ما نفی جشن نمی کنیم، اما دعوت به جشن زودرس فعلا معنایی ندارد. لذا از کسانی که در این مسیر تبلیغ و تهییج میکنن میخواهم کمی به نتایج عمل خودشون دقت کنن. و اما از همه اینا مهمتر سوال موشکافی روزه. این سوالو بندگی موشکاف تر نکردن. این دفعه خود ورقپاره‌های باند علیگدا یه سوال اساسی انداختن رو میز. ملاحظه کنید. باید جشن گرفت یا عزا؟ اگر مذاکرات به نتیجه برسد و حتی خطوط قرمز نظام در توافقات رعایت شود که تاکنون هیچ کدام از سوی طرف مقابل رعایت نشده، باز هم جشن بی‌معناست، چون ما در یک مصالحه بین المللی یک سری محدودیت ها را پذیرفته ایم و یک سری امتیازات را داده ایم. بله، رژیم زهرخورده‌ای که حالا زهر اتمیش هم بی اثر شده مثل مار مفلوکی میمونه که از حالا به بعد باید پوست و گوشت خودشو به دندون بکشه و یه فکری به حال جنگ و دعوای باندای درونیش بکنه. بنابراین آخوندا از همین حالا باید فکر تابوت باشن و مجلس ترمیم نظامشون رو تدارک ببینن.